1553 برای اولین بار صخره کیپ شمالی یا نوردکاپ روی نقشه ها ظاهر شد. جذابه. 1553 میلادی برای اولین بار صخره کیپ شمالی یا نوردکاپ روی نقشه ها ظاهر شد. 3 کشتی از انگلستان راهی چین بودن که مسیر چین رو بتونن پیدا بکنن برای معاملات و خرید محصولات از چین، ولی تو ساحل به مشکل خوردن و اتفاقی به اینجا اومدن. اولین بار این صخره کشف شد و نورد شمالی، صخره نورد توی نقشه ها اومد و 2 کشتی دیگه هم همینطور. 3 کشتی بودن موفق نمیشن و سرمای مورمانسک چین رو براشون پیدا نمیکنه و مجبور میشن تو روسیه پهلو بگیرن و برگردن. سال 1664 اولین گردشگر از ایتالیا که یک کشیش بوده وارد کیپ شمالی میشه و بعدش 2 تن از شاهزادگان فرانسوی و پادشاه سیام که ایشون هست و روی صخره ورودی هم امضا میکنه سال 1907. اینها جز اولین گردشگرانی بودن که وارد این منطقه میشن و اینجا رو میبینن. 1873 پادشاه اسکار دوم، پادشاه نروژ سوئد، با ملکش میاد و از اینجا دیدن میکنه. توی ساحل پایین به سختی مسیری بوده که قایق‌ها رو اون ته می‌بینید پارک قرار میدن، لنگر میگیرن و با مسیر شیب تندی میان این سمت به بالا. حالا جالب اینجاست که یک سنگ یاد بودم گرانیتی داره که تو اینجا قرار دادن و نگهداری میشه. اما 1956 اینجا اولین جاده رو میزنن و جاده‌ای که ما باهاش اومدیم. یعنی تا سال 1956 هم گردشگرا مجبور بودن همین مسیری که حالا بعداً یکم بهتر میکنن و پلکانی میکنن رو باید بالا میومد. پادشاه کینگ چالون کورن پادشاه سیام بوده که سال 1907 میاد از اینجا دیدن میکنه و اهمیت زیادی داشته. حالا برید عکس‌ها رو دقت کنید. این شکافیه که دیروز ما عکس انداختیم، اینم افرادی هستن که اون سالها دیدن کردن. این پادشاه سیام زمانی که دیدن میکنه و این تخت سنگ رو امضا و تاریخ میزنه. اینا افراد همراهشن که این خطاطی رو انجام میدن. اینم پادشاه بوده. خیلی براشون مهمه که یک پادشاهی، اونم 1907 اومده. اینم خورشید نیمه شب تو میدنایت سان 907 که پادشاه سیام میبینه. چقدر جالبه واقعا. و چه ما هم دقیقاً دیشب همین صحنه رو بعد از 100 خورده این سال دیدیم. اینم که به یاد این افراد ساختن. اینم توضیحاتشه. اینم که حالا ادایی فکر کنم بودایی بوده احترام میشه و اینم کتابیه که واسه این چاپ شده. اینجا خیلی جالب بود.
یه وقت